Canlı. Çalan oldu mu ne? Çalan oldu. Sebenarnya biang utang belum terus ya. Baik lah dia mati. Mantap pas kalau order वाला जाएगा. Ayak film toro वाले तो. Getir bir çaynak çay. Bahadır. جناب محترم قهرمان کشور آقای نظام الدین قیصری، جناب محترم رئیس شورای ولایتی ولایت بلخ حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان، آقای سید شمس الدین سادات، بزرگ و شخصیت معروف ولایت بدخشان حاجی صاحب محمد امین و شخصیت و معاون حزب جنبش مرکزی جناب محترم عزیزالله کارگر، بزرگای محترم، جوانان، سربازان عزیز، حاضرین مجلس، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به زبان ترکمنی یک نقل داریم که او خیلی جالبی است و پند برای رقبای ناسالم بوده که او عبارت ایکی داغان اروشر احمق و گلشر میگه. معنایش است که دو برادر با هم جنگ میکند و احمق زمانه میگه با او میخندد. ما در یک خانه زندگی میکنیم، با برادرای خود یگان وقت به شکل شوخی و یا به شکل طبیعی با هم که یک مدت زمان کار میکنیم که قدر یکی دیگر ما بهتر دانسته شود. یگان تا رقیبای ناسالم فکر میکنه که اینها با هم در گرفت و به نفع خودشان که ترجیح میدن. در نسل ترک هیچگاه با هم جنگ و خشونت، کشیگیرهای ناسالم هیچگاه وجود نداره و نداشته است که امروز یکی از نمونهش همیسته که چندی پیش مردم فکر میکرد با افتخار کف بزنین هر دو برادر بودن. من برای شما همیشه گفتم عبدالرؤوف جان طفل معصوم، طفل بیگناه، طفلی که در راه خدا به خاطر آموختن علم معرفت در راه بود. والده محترمه، جمع خواهرای محترمه ایشان با یک امیدی در بکسکشان قلم را انداخته بود
با خوشی و خندان مثل حضرت یوسف که برادرانشان به خاطر سیاحت برده بود که با خندان رفته بود، در همان راه ربوده شد که مدت 95 روز میشه در دستی ظالمان قرار داره. صاحبش خدای تبارک و تعالی که خالق مخلوقات، همه رقیبای ناسالمه برادرها را همه را و این محبت برادر عزیز من جمع می کند و یک نیروی خیلی قوی مبدل می کند. این نیرو باعث در هم شکستن، باعث از بین رفتن، باعث سرنگون شدن انسانهای کفار صفت و ظالم خواهد شد. مرد بر اختطافچی، مرد بر خائنان، مرد بر بیکفایت. من از اینجا برای شما برادرای عزیز و برادرای که نسل ترک است خطاب میکنم، بشنوید. شما مسبب پیروزی وطن، شما مسبب راحت و آسودگی این شهر خواهید شد. برای این قهرمانی های شما، به این حرکت های شما که این طفل معصوم فرزند پدری که مثل حضرت یعقوب علیه السلام مدت 95 روز آه و درد و فراق فرزندش اشک میریزاند در پهلوی من استاد است که این طفل سبب راحتی این وطن خواهد شد. ما و شما با هر نوع دشمنان فاصله ایجاد کرده بود، با هم نزدیک شده این ظالمین را، این خائنین وطن را و حکمای بی‌کفایت را از این ولایت برمی‌چینیم. مرد بر غدار، مرد بر خطابچی، مرد بر بیکفایت حکومت. من امروز به دو حالت قرار دارم. حالت اولیش این است که همان فراق برادر عزیزم 9 ساله عبدالروشان است که هر لحظه عشق و پدر و مادر، عشق و خواهر و برادر ما را مایوس می کند و ما را خیلی جگرخون و فکرم را مغشوش می کند. باز هم در این خیمه نشسته حتی اگر برادرم در پهلویم نباشه هم کمی احساس راحت می کنم در برابر ظالم اینجا مقاومت می کنم، چون حکم الهی است که حکم خداوند تبارک و تعالی را بجا آورده باشد. و از طرف دیگر همین لحظه خوشحال هستم و کمی خود را یعنی اطمینان می دهم که دو برادر ما و دو گروه با هم برادر بودن خود را ثابت کرده، دست را با هم داده که در خیمه ما تشریف آورده آقای بزرگوار پیر ما سید شمس الدین سادات، رئیس ولایت بلخ حزب جنبش ملی اسلامی. زنده‌باد قیصر بابا، زنده‌باد. جناب محترم نظام الدین قیصری، قهرمان وطن، زحمتکش وطن، هر دو با هم در یک جا به شکل یک برادر در دیر خیمه حضور با هم کردند. من اینطور اطمینان حاصل کردم که ما تنها نیستیم و هیچ دشمنی نمیتونست ما را با یکی دیگر فاصله بدهد و ما را تیت پاشان بسازد که واقعا نسل ترک این چنین تاریخ میزند، این چنین تاریخ را رقم میزند
که و این حرکت شما و این محبت شما از یک طرف ما را مطمئن ساخت که فردا برادر خود را به آغوش خود میگیریم. مرگ بر خطابچی! مرگ بر غدار! از این بلندگو صدا میکنم بر قومای خود، بر برادرای خود و بر تمام مسلمانای وطن، همکارای خود صدا میکنم. ما با جمع هیئت رهبری خیمه تحسن تصمیم خود را نهایی ساختیم. اطمینان داشته باشیم که اگر این تصمیم ما باعث تحولات عظیم، باعث تغییرات منفی هم شود، از این رای خود بر نمیگردیم. مرگ بر حکومت بی‌کفایت! صف خود را معلوم کرده در برابر اختطافچی، در برابر حامیان اختطافچی، در برابر حکمای ناتوان میستیم به خاطر آزادی سرزمین خود تا به قیمت جان هم تمام شود مبارزه میکنیم. این پیام تمام در دیده وطن است که برای همه رساندیم. از توجه جناب بزرگوارا و حاضرین مجلس سپاسگزاریم. سخنای پراگنده ما را شنیدید که از حوصله‌مندیتان سپاسگزاریم. تشکر. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حرمتli qavmlar, mana bugun alhamdulillah o'z yoshlarimizni, o'z kattakonlarimizni muhtaram korigar sahib va muhtaram qaysoniy sahib, eshon bobo, boshqa muassisatlar, javonlar hammasini bir safda ko'ryapsizlar. Bizlar ham bu musibat va g'ami ki Abdurahmonning familining ustiga kelgan, این musibat g'ami ki bar bolay famili Abdurahmon omada va bar bolay qavm sharif va boizzat turkman omada, bar bolay birodaroy تبار باعزت ما آمده، بر بالای مردم افغانستان آمده. نه ملت بی تفاوت است، نه کسایی که در رهبری ملت قرار دارند اونا بی تفاوت است. ما امروز هم پیش از ظهر در کنفرانس خبری شما بودیم، حرفای شما را شنیدیم. واقعا این ملت، این مردم صدای خود بلند کرد. 3 ماه میشه که مظلوم شدیم، بر بالای ما ظلم شده، مورد ستم واقع شدیم، اما گوشای بسیاری ها کر است، چشمایشان کور است. در این سردی این مردم در زیر خیمه بود، هیچ کس یعنی ندیدگی واری همینطور از کنار قضیه گذشت. اما حکومت ما، دولت جمهوری اسلامی افغانستان در رأس جلالت مآب دکتر سید محمد اشرف غنی اینا بدانه ما در طول نمی 17 سال با هدایت و رهبری جلالت مآب مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر و بنیانگذار و مؤسس حزب پرافتخار جنبش ملی اسلامی افغانستان، و قیمت عزیزترین فرزندا و با قیمت عزیزترین اولادای خود حامی نمی دولت، حامی نمی نظام بوده.
پیشرفت و ترقی افغانستان حمایت کردیم. از دستاوردهای اینمی چندین دهه حفاظت کردیم. ما از همه کرده بیشتر در ارتباط تحکیم پایه های نظام قربانی دادیم. اما پاسخ ما را و این نته که طفل معصوم ما امروز در دست جنایتکارا، در دست اختطافچیا، در دست باندایی که چهرهشان بدتر از جنایت تروریستاست قرار داره، با سکوت در این عرصه پاسخ نده. در این عرصه از بی‌توجهی غفلت کار نگیرد. ما در کنار نظام بودیم. امروز شرایط به همه معلوم است که سخنگوی طالبا از مسکو صدا بلند میکنه که ما این حکومت، این دولت نمیخواهیم. اونا را پلانشم، اونا را برنامهشم به ما معلوم است. ما تا قطره خونی که داریم از این دولت حمایت کردیم و بعد از این حمایت میکنیم. اما پیشنهاد ما پیش از اینکه این مسئله جدی‌تر شود، پیش از اینکه کارت به استخوان رسیده از استخوان هم تیر شود، باید یک تصمیم درست، معقول و منطقی بگیره که هم خانواده عبدالرؤف جان قناعت کنه با ما، هم اینمی ملت شریف، اینمی مردم قناعت بکنه، هم قناعت ما حاصل شود. امروز در حضور رسانه ها ایرا میگیم که ما با حمایت جلالت مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر و بنیانگذار حزب پرافتخار جنبش ملی اسلامی افغانستان، این بامی چهره هایی که شما میبینین جای قیصاری صاحب مهمان بودیم، از اونجا برآمده به خانه خود، خانه مارشال صاحب، خانه همه ما، همه مردم افغانستان از دعا کردیم. از اونجا بیرون شده به زیارت سخی جان مولا علی رضی الله تعالی عنه رفته، اونجا دعای خیر کردیم به خاطر اتحاد بیشتر خود، به خاطر ای که اینجا قوم ما، مردم ما، ملت ما مظلوم واقع شده، بیچاره واقع شده. اینجا آمدیم تا اینکه ما یک بار دیگر نشان بدیم که در شرایطی که بر بالای ما سختی میآید، مشکلات میآید، ما هم دیگر خود فراموش نکردیم، ما هم دیگر خود تنها مانده نمیتونیم. ما این مسئله را تعقیب هم میکنیم، واضح کرده جدیتر هم میشیم در موضوع. پیام ما برای شما قوما به نمایندگی از همین بزرگوارایی است که تا به این روز ثابت بودین، صبور بودین، تا به این روز نشان دادین که شما در طول اینمی 17 سال در همین ولایت بلخ که یک روز سرزمین دانش، علم، فرهنگ، علم شما هم این اگر نام نیک در همین ولایت رقم خورده با شما بستگی داره. شما تجار شما مطمئن نباشه، طفل شما گشته نتانه، جوانای ما درس خوانده نتانه، از حقوق خود ما محروم باشیم، این دیگه به ما قابل قبول، قابل تحمل نیست. این اطمینان برای شما میتیم. این جمع بزرگ همگیش با شما هست و هر مظلومی که هر کسی که حس آزادی و حس انسان دوستی، بشر دوستی داره، قطع نظر از اینکه او مسلمان باشه، حتی کفرم باشه، او با شما در این مسیر مبارزه است. این خیمه نه کدام خیمه سیاسی است، این خیمه نه کدام خیمه تجارتی است، این خیمه نه کدام به خاطر از بین بردن و از پا انداختن یک نظام برپا شده، بلکه این خیمه سبب اتفاق بیشتر مردم افغانستان شده. این خیمه نشان داده که ملت چقدر به دولت خود وابستگی داره، با وجود مظلوم شدن خود همیشه از راه های مدنی و قانونی به دولت خود صدا بلند میکنه. این خیمه نشان داده که سیاسی و تجارتی نیست، فقط حق و حقوقش پایمال شده. طفلش مدرسه و مکتب خوانده نمیتونه، طفلش تا مکتب رفته نمیتونه. 3 ماه میشه که یک طفل معصوم دنیا میدونه از آغوش پدر و مادرش دور است، اما کسایی که خود را صاحب بلخ میدانند، کسایی که خود را به بلخ نسبت میدهند، کجا هست صدایشان؟ اما ما قومای خود در این شرایط تنها ماندنی نیستیم و انشالله این مسیر خود تا اینکه صدا، یعنی حرف ما به چوکی بشینه، عدالت تامین شود،
حرف ما را بشنوه، خواسته های معقول ما که دیگه ما هیچ چیز نه چوکی خواستیم، نه قدرت خواستیم، نه ولایت خواستیم، نه پول خواستیم، فقط خواست همه همیست که عبدالرؤوف جان آزاد شوه، به خانه به آغوش پدر و مادرش بر بگرده. خواست همه این همیست، همی است نیست خواست شما. خواست این ملت این مردم این همیست، فقط ما همی را میخوایم، به خاطر همی جمع شدیم. اینطوری نیکاس که خود نکرد این خیمه جاتی، این خیمه سیاسی یا این خیمه در برابر نظام باشه. این خیمه از نظام حمایت میکنه. این خیمه تا زمان را ادامه پیدا میکنه که حرف از اینا به کرسی بشینه، خواستای معقول معترضین این خیمه به لبیک گفته شود. باز هم از شما تشکر میکنیم قومای عزیز. انشالله اینمی بزرگا را که میبینین هر روز با شما بوده، بعد از این با شما میباشه. انشالله در این میدان شما تنها نیستین. همشیره های ما، مادرای ما در خانه باشه، امروز در خانه شتا صبح ضرورت شد اونا در روی سرک مظاهره کرده میبرای با شماست. جوانای شما با شماست، محسن سفید و علما با شماست. اینمی کسی که حس آزادی بشردوستی داره او در سر تا سر دنیا با شماست. الله تبارک و تعالی این زحماتتان ای که سبب خیر اتحاد اتفاق مردم افغانستان شد، اینمی خیمه در همینطور یک شرایط اساس ای را به درگاه خود قبول بکنه. الله تبارک و تعالی ما را توفیق خدمت به دین، به اسلام، به وطن ما به راه اتفاق اتحاد بیشتر نصیب کنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لخدمة الدين والمسلمين والوطن. صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا Yapacağım kulaç. Baba, canak izliyor. Aç. Gaplar hal bo'ldi. Inshaalloh. O'zi qaytdingmi? Ha, boraymiz. Adam aytib berdi kana guruni. Ha. Gelin kan reis. Bakar. Hoş geldin Hacı Baba. Sağ ol. Hoş geldin. Elhamdülillah.
Hurmatli va aziz do'stlar, albatta Janobi Kumandan Qaysar sohib Barsuyum ya da 3. gezek gelinti Tasun qaymasına Türkmen milletining gelip hemdardliklerini bildirip geçtiler. Onlardan Allah razı olsun minnettarlığımızı bildiriyoruz. Ve hazır bo'lsa namazga şamın vakti bulan yine hem sizler bilen Xudoy yarınlaşıyoruz. Ta gelecekki live'laracha Büyük Tengri Tağalan sayesinde sağ aman yaşayın. Türkmenler Üzbeki yok. Yok, Özbekler Türkmenler.